سلام. قسمت سوم از فصل دوم کتاب اطلس دل. رنجش. درک رنجش، عملکردش در زندگی منشأش و چگونگی در امان ماندن از آن یکی از درگیری‌های تمام عمرم بوده است که مطرح کردنش آسان نیست، زیرا علاوه بر درگیریم با رنجش، درباره رنجش خودم قضاوتگر هستم. بگذارید توضیح بدهم. از تحقیقات پی برده ایم که هویت ناخواسته قوی ترین برانگیزاننده شرم است. اگر می خواهید بدانید چه چیزی احتمالاً باعث شرمتان می شود، این جمله را کامل کنید. برای من واقعاً مهم است که شخص جای خالی شناخته نشوم. رنجیده و تند قطعاً در لیستم هستند. بنابراین من با احساس رنجش و با حسی که درگیری با آن در من به وجود می آورد درگیرم. سالها فکر می کردم که رنجش یک نوع خشم مربوط به کمالگراییم است. بیشتر از دست کسانی احساس رنجش می کردم که به نظرم می آمد به سختی من کار نمی کنند، یا فداکاری نمی کنند، یا زحمت نمی کشند، یا سعی در بهبود و حمایت نمی کنند. اگر می خواهید رنجش تمام عیار من را ببینید، فقط تماشا کنید. کسی به من بگوید آره، کار رو متوقف کردم، عالی نیست ولی به اندازه کافی خوب است. یا میدونم فقط تا فردا وقت داره اما خستم، برای همین دیگه جمع کردم. یا من در این مسائل دخالت نمی کنم، به من مربوط نیست. و آن وقت من شروع می کنم. چند 10 سال صرف کار روی کمالگراییم کردم و تلاش‌هایم مفید بود، اما رنجش همچنان باقی ماند. سپس ناگهان با یک جمله زندگیم تغییر کرد. داشتم با مارک براکت، نویسنده و پژوهشگر هیجان، برای پادکست باز کردن قفلمان مصاحبه می کردم و قبل از ضبط مشغول گفتگوی دوستانه بودیم. ناگهان گفتم قبل از اینکه شروع کنی یک سوال شخصی دارم. آیا رنجش هم از خانواده خشم است؟ مارک بیدرنگ پاسخ داد نه، رنجش جزء غبطه است. آخ لعنتی، عصبانی نیستم که تو داری استراحت میکنی. عصبانیم چون از پا افتادم و میخواهم استراحت کنم، اما برخلاف تو وانمود میکنم که به استراحت نیازی ندارم. عصبانی نیستم که تو با چیزی که خیلی خوب ولی ناقص است مشکلی نداری. عصبانیم چون میخواهم با چیزی که خیلی خوب ولی ناقص است مشکلی نداشته باشم. کار نکردن تو باعث رنجش من نمی شود. استراحت نکردن خودم باعث رنجشم است. زندگیم تغییر کرد. شاید درست نباشد بگویم با یک جمله تغییر کرد، زیرا 26 سال کنجکاو و متعهد بودم که رنجشم را درک کنم. شاید این هم همان قضیه‌ای باشد که میگویند زمانی که شاگرد آماده باشد استاد پیدایش می شود. و چرا 26 سال؟ چون لحظه ای را به یاد می آورم که رنجش را در شخص دیگری دیدم و فکر کردم وای نه، خیلی نچسبه، افتضاحه، اما خیلی درکش می کنم. من نمی خوام مثل اون باشم. سال 1995 تنها در سالن سینما داشتم تعطیلات در خانه پدری را تماشا می کردم. این فیلم خنده‌دار و هوشمندانه به کارگردانی جودی فاستر در مورد بچه‌هایی است که بزرگ شدند و روز عید شکرگزاری در خانه والدینشان جمع می‌شوند. یک خواهر و برادر که هالی هانتر و رابرت داونی جونیور نقششان را بازی می‌کنند، آدم‌های غیر سنتی هستند که هر دو خانه پدر و مادرشان را ترک کردند و رابطه نزدیکی با هم دارند. خواهر دیگرشان با نقش آفرینی شگفت‌انگیز سینتیا استیونسن هم هست که هرگز والدینش را ترک نکرده و از آنها مراقبت می کند، بیش از حدی که والدینش خوششان بیاید. کمالگرایی فلجش کرده و سختگیریش باعث شده در خانواده دستش بیاندازند. تند و رنجیده و خسته است. پس از اینکه سر شام همه چیز به هم می‌ریزد و بوقلمون روی دامن خواهر بی‌نقص می‌افتد، او و خانواده خشک و نچسبش می‌روند. سپس در صحنه شخصیت سینتیا در زیرزمین خانه‌اش در حال ورزش کردن روی دستگاه استرمستر خود است و شخصیت هالی هانتر می‌آید تا به خاطر خراب شدن مراسم شام شکرگزاری عذرخواهی کند.
خواهر رنجیده شروع می کند به حرف زدن و می گوید او تنها کسی است که بزرگ شده و دوتای دیگر از مسئولیت‌ها شانه خالی کردند و او مجبور است تنهایی همه مسئولیت‌ها را به دوش بکشد. پس از اینکه حرف واقعا بیرحمانه‌ای به شخصیت هالی هانتر میگوید، به استرمستر خود نگاه میکند و به خواهرش اشاره میکند که برود. اجازه میدی؟ فقط همین کار مونده که ازش خوشم میاد. چه بد، فکر نمی کنم در این حد بوده باشم، اما همونطور که گفتم خیلی درکش می کنم و ترسناک است وقتی فکر می کنم در این مسیر بودم. در حال حاضر زمانی که حس رنجش شروع می شود، به جای اینکه فکر کنم آن شخص چه کار اشتباهی دارد می کند یا چه کاری باید بکند، فکر می کنم چه چیزی هست که می خواهم اما می ترسم آن را درخواست کنم. در حالی که رنجش قطعاً هیجان است، من معمولاً آن را با یک الگوی فکری آشنا تشخیص می دهم. چه حرف انتقادآمیز و ناراحت کننده‌ای هست که دارم فکر می کنم به این شخص بگویم؟ تعریف ما این است: رنجش احساس سرخوردگی، قضاوت، خشم، بهتر بودن از و یا حسادت پنهان مربوط به بی‌انصافی یا بی‌عدالتی متصور است. هیجانی است که اغلب زمانی حس می‌کنیم که مرزهایی تعیین نکرده باشیم یا آنچه را می‌خواهیم درخواست نکنیم، یا زمانی که انتظاراتمان ما را ناکام می‌گذارند چون بر اساس چیزهایی بودند که نمی‌توانیم کنترل کنیم، مثلا آنچه دیگران فکر می‌کنند، احساسی که دارند یا واکنشی که نشان می‌دهند. در حالی که رنجش قطعاً نوعی هیجان است، من معمولاً آن را با یک الگوی فکری آشنا تشخیص می‌دهم. چه حرف انتقادآمیز و ناراحت کننده‌ای هست که دارم فکر می‌کنم به این شخص بگویم؟ خب، فکر می‌کنم برای امروز تا همینجا کافی باشه. پایان بخش 3 از فصل 2 از کتاب اطلس دل، طرحی برای پیوند معنادار و زبانی برای انتقال تجربه های انسانی، نوشته برن براون، ترجمه سپیده شیخ قاسمی. روزتون خوش.